من اینجا یه XP ران کردم برای اینکه بتونم نرم افزار AVR استودیو یا استودیو یا اتمل استودیو رو بتونم ران کنم. اتمل استودیو رو از تو PC دانلود میتونید بگیرید خیلی راحت با سرعت بالا از طریق دانشگاه. AVR استودیو رو همین سرور دانشگاه داره، software.ut. بچه‌ها این دوتا مال یه شرکته، جفتشون مال شرکت اتمله، ولی این روش میکروکنترلر آر هم میتونید برنامه‌ریزی کنید، کد اسمبلی سی شو، ولی AVR استودیو نه، فقط مخصوص AVR. ما توی این محیط کد اسمبلی میزنیم و جلوتر احتمالاً که نرم افزاری به نام پورتوس کد ویژن، روی کد ویژن کد سی میزنیم. کد ویژن جالب نیست، باگ و اینا خیلی داره. مثلا نرم افزاری چند نفرید؟ مثلا نرم افزار با اکلیپس مقایسه کنید میگید این چیه، اصلا یوزر فرندلی نیست. ولی من حالا اگه تونستم سعی میکنم تو محیط اکلیپس هم کد بزنیم برای AVR، چون این ماژولا رو داره، فقط کامپایلرش فرق داره. خب من این محیط رو براتون نمایشش بدم. خب بچه نرم افزار آیسیس یا پورتوس هم براتون نشون بدم. آیسیس کارش چیه؟ کار شبیه سازیه. نصف تکالیف شما از طریق همین آیسیس تحصیل میشه. کنار کد اسمبلی یا سی که میفرستید. یعنی شما یه کدی میزنید، کد خروجی داده بهتون. حالا میخواید یه محیطی مثلا یه میکرو واقعی بذارید، یا میخواید نمیدونم یه LED بذارید، میخواید یه شمارنده بذارید. هر چیزی میخواید بذارید میتونید تو این آیسیس شبیه سازی کنید. ما اینم باش کار داریم. اینم میتونید پورتوس 7 و 7 رو شما سعی کنید بگیرید، ولی نسخه‌ایش زیاده. کرکش رو یکم دنگ و فنگ داره، لایسنس باید وارد کنید. اگه سختتون بود بیاید حتما کمکتون میکنه. خب من اینو فقط بزرگش کنم. سوالی چیزی نیست؟ خب این محیط AVR استودیو، من میخوام یه پروژه را بندازم. نیو پروژکت. اینجا از من میپرسه که کد سی میخوای بزنی یا کد اسمبلی. من اسمبلی رو ترجیح میدم. اینجا براش یه تست میذارم. من چه کدی میخوام بزنم؟ یه کدی میخوام بزنم که نقش چشمک زن داشته باشه. تکلیف اولتونه، یعنی کسایی که الان سر کلاسن تکلیف اول رو راحت می‌نویسن، فقط کافیه یکم چیزایی بهش اضافه کنن. چیز خاصی نیست. کافیه یه چیزی چشمک بزنه، پس کار اصلی به تأخیره و اینجور چیزا. خب بچه این AVR استودیو یه محیط‌هایی برای شبیه سازی داره که مثلا پیناتون الان چه وضعی داره، رجیستراتون چه وضعی داره. هر کدوم از اینا خاصیت‌های مختلفی داره. حالا سر فرصت برید باش برید ببینید چه فرقایی داره. من از محیط AVR سیمولاتور استفاده می‌کنم. مثلا دوش پیشرفته تره نسبت به حالا یکش. سمت راست میتونم میکرو مشخص کنم. دلیل انتخاب میکرو ما حالا جلوتر بهتون نشون میدم که اگه میکرو انتخاب نکنم چی میشه. یه اتمگا 16 معمولا کارتون رو با اتمگا 16 انجام بدید. یه اتمگا 16 یعنی چی؟ کی میدونه؟ ماشاءالله. نه 16 یعنی چی؟ حافظه چیشه؟ حافظه فلشه. حافظه رو فرقاشو خوب میدونید؟ بچه چیزایی که استاد مثلا نگفته یا گفته متوجه نشدید رو بپرسید. اگه یادم بود کمکتون میکنم، چون الان حفظی شاید یادم نباشه. اگه یادم بود کمکتون میکنم. ببین ما یه حافظه‌ای داریم، حافظه رم، یا حافظه‌ای داریم، حافظه ایدوپیرام، یا حافظه‌ای داریم، حافظه رام یا تو پرانتز فلش. رم کارش چیه؟ کامان بوده رم آفرین موقتا نگهداری همون کار، یعنی که برق بره تمام اطلاعات این میره. یعنی مثلا یه جا دارید 2 به علاوه 2 به علاوه 3 قرار این پردازش انجام شه، اینو باید یه جا ذخیره کنه دیگه. مموری اون نیومن و اینجور چیزایی که پردازش موازی با هم یه کار نمی‌کنن، بعد اینا اول حساب کنه بعد بره اینا حساب کنه. حالا اگه به سیستم اولی اینا هم راه داده.
پس مثلا اگه این وسط حساب کردن این دوتا برق بره کل اطلاعات من میپره، چون اینو یه جایی اون وسط ذخیره کرده. مثل متغیراست که خودش انتخاب میکنه. توی معماری داشتید اکومولیتور دیگه تو اونجا ذخیره میشه. خب حافظه رام چیه فلش؟ حافظه کدتونه. حافظه کدتون یعنی چی؟ شما ببینید این کد اسمبلی میزنیم ما وسطاش. این کد اسمبلی باید بره یه جای ذخیره بشه. اوکی؟ که اون 16 نماینگر اینه. میگه 16 کیلوبایت اعتماد 16 یعنی من 16 کیلوبایت فضا دارم برای رام شما، برای فلش شما. میتونی 16 اندازه 16 کیلوبایت کد بزنید برام. این چرا همیشه 16 کیلوبایت مایز میبینید چرا فضا کوچیکیه. اعتماد 32 32 کیلوبایت. یا حافظه دیگه داریم ایدوپیرام. مثلا شما یه دونه تو کارخونه نشستی یه یوزر اینترفیس داری. هر بار که برنامه میره برنامه میاد همون یوزر اینترفیس برات میاد با یه گرافیک ثابت با یه متغیرهای ثابت. متوجه میشید چی میگم؟ پس چیه داستان چیه؟ یه متغیرهایی دارن که برقا رفته ولی هنوز مونده اونجا. تو رام هم که ننوشتمش. پس یه جایی هم باید باشه این رم که وقتی برقا میره انگار هیچی نرفته. محافظم بهش میگن ایدوپیرام. خب بچه‌ها این کدیه که اینجا من میتونم کدمو وارد کنم. محیط اسمبلی. این خط کد کسی میتونه توضیح بده؟ خب اینکلود میکنم چیکار میکنه؟ خب چرا M16 def dot inc رو من اینکلود میکنم؟ چرا مثلا M32 dot inc رو اینکلود نمیکنم؟ آفرین. بچه یه سری چیزا داریم مثلا کانستنت تعریف کردن تو برنامه‌نویسی سی و سی پلاس پلاس و اینا میمونه. مثلا من بعداً میخوام اینجا به پینه ها دسترسی پیدا کنم. خب این پینه ها رو یه آدرسی داره. همه چی اینجا یه پوینتریه به حافظه. این آدرس داره. آدرسش کجا تعریف شده؟ خب توی 18 یه چیزه، تو 18 یه چیز دیگه است. تعداد پینا فرق میکنه تو اینا شاید. پس باید هر کدومش رو نگاشتش رو پیدا کنید. مثل دات EQ استاد درس داده؟ خب من جلوتر نمیرم. خب ارگ صفر هم میدونید داستانیشو؟ از کجا شروع شد؟ چه حافظه از کجا شروع شد؟ فلش را. آفرین. خب LDI فرقش با LDS چیه؟ LDI LDS نه. LDI یعنی درست گفتیه ولی باید دقیق تر بگید. لود ایمیدیتلیه، یعنی اون متغیر رو همون چیزی جلوش دارم می‌نویسم همونو دقیقاً بذار تو حافظه. LDS یعنی مثل نوتپد من بزنم اینجوری بنویسم. LDS مثل این میمونه. یه پوینتر داری میگی محتویات پوینتر رو، حالا این که یه آدرس حافظه است، میگی محتویات پوینتر رو بریز مثلا توی R16 محتویات داخلش رو بریز. LDS پس چیکار میکنه؟ میره اون عددی که جلوش نوشتی رو پیدا میکنه، میره میبینه تو اون حافظه، تو اون حافظه چه اطلاعاتی نهفته است، اون اطلاعات رو میزه براتون توی رجیستر. خب با SP آشنایی دارین؟ استک پوینتر استاد توضیح دادن؟ خب استک پوینتر، استک که میدونید چیه؟ ساختم داده همه پاس کردید دیگه. استک بذار اینو نگم جلوتر بگم. بچه ما قراره یه کاری انجام بچه R16 هم که من شروع میکنم دلیل داره. از R0 تا R15 من حق استفاده ندارم. دلیلش چیه؟ اون مسئله 2+2+3 بود. یه 2+2 میخواد اول حساب کنه. خب کجا بریزه برای خودش؟ اون 15 تا اول 16 تا اول وظیفه اینو دارن که متغیر میانی ما باشن. پس شما هیچ موقع نباید بهشون دست بزنید. دست خود میکروکنترلره.
که چی کارشو کنه. پس از R16 تا R32 یه رجیستر ثبات عمومی ما که میتونیم ازشون استفاده کنیم. من یه بار DDR رو بهتون گفتم. DDR خب من قبلش اینو نیاز دارم بگم. شما یه پینی دارید، میتونید انتخاب کنید که این پین ورودی باشه یا خروجی باشه. ورودی یا خروجی بودن یه پینو با DDR مشخص میکنه. حالا مثالش رو براتون میزنم. از قبل مشخص نشده؟ نه به هیچ وجه. شما 4 تا پورت داری مثلا توی پورت A و B و C و D. شما مشخص میکنی میگی پورت A 4 تای اولش ورودی، 4 تای بعدی خروجی. حالا به استاد نگید من اینا رو گفتم، شاید من سمیکالون هم نذارید بچه‌ها. من میخوام پورتام خروجی باشه. پس چی کار میکنم؟ این دو خط کد من توضیح بدم براتون. FF یعنی چند تا یک؟ 8 تا یک. 8 تا درست. من میگم کل R16 رو برابر با 8 تا یک قرار بده و این 8 تا یک رو بریز تو DDR B. ببینید پورت B 8 تا پین داره دیگه، درست دیدین؟ دقت کردید به اون عکسی که بهتون نشون دادم. من میگم با این کار هر 8 تاشو خروجی میکنم. ولی این الان شما من توضیح بدید که چند تاش خروجیه چند تاش ورودی. صفر F برابر با چه عددیه؟ اینجا صفر، اینجا یک. و بعد میگم اینو بریز توی DDR B. خب داستان اینجا چیه؟ یعنی 4 تای اول خروجی، 4 تای بعدی ورودی. اوکیه؟ متوجه شدین؟ نشدین. ببین شما یه پورت رو با مشخص کردن DDRش میتونید بگید ورودی باشه یا خروجی باشه. وقتی میگید DDR B برابر با اینجا صفر همش یعنی چی؟ یعنی این 8 تا رو پیدا کن، 8 تا هم اینجا پین داره. اولیه متناظر با این، خب این صفر، پس این میشه ورودی. دومی متناظر با این بیته، سومی متناظر با این بیته. همینجوری ادامه میدید. اگه این یک باشه، چهارمی میشه خروجی. فهمه؟ من میخوام کل پورت جهت بیم میخوام خروجی باشه دیگه کلا. بعدش هم اینجوری باید خروجی بریزید توی رجیستر، از طریق رجیستر اوت کنید به DDR B. حالا یه کار دیگه اینجا انجام میدم. خب برنامه من از اینجا شروع میکنه به اجرا شدن. میاد توی مقدار آرکیو در مقدار صفر میریزه، توی R16 اینجا مقدار کلش رو یک میکنه، میام اینجا دوباره اینجا حالا اینو صفرش میکنم. اینو میتونستم بهترم بنویسم. حالا پورت بی که قبلا خروجی تعیینش کرده بودیم میگیم بکنش برابر با R16. اینجا باید آف شه، اشتباه نوشتم، دو تا باید برعکس شه. بعد برابر با آف شه و یه دیلی میدم، میگم دوباره برابر با آن شه.
حالا یه جوری دوباره باید برگردم یه حلقه اینجا درست کنم هی اینو اجرا کنم دیگه. اینطور میشه. الان R17 صفر R16 این خط کد اضافه است. R16 خب من یک توضیح میدم براتون، اگه نفهمیدید انقدر توضیح میدیم که متوجه شید. این کد مشکل داره. این کد مشکل داره. میگم که حالا زودتر میتونه کد اشکال کد بگیره. پورت بی مقدار پورته ولی DDR بی جهت پورته. ببین یعنی اینو ولش کن DDR می‌بینی یعنی پورت بی جهتش وقتی R16 مقدارش وقتی R16 یکی یعنی خروجی. حالا ببین DDR-C هم داریم DDR-A هم داریم به ازای پورتمون DDRش هم داریم. حالا پورت بی مقدار اون پورتی که مشخص می‌کنیم. من وقتی اینو ورودی تعیین کنم ولی اینجا بهش خروجی بدم هیچ اعمالی نمیشه. نمیتونم که لود کنم این ورودی منتظره. من باید فقط ازش سیو کنم. حق خروجی دادن بهش ندارم. حق اوت کردن ندارم. فقط باید این کنم. اگه میخوای اوت کنی یه پورتو باید قبلش بهش بگی خروجی. کی دیگه متوجه نشد؟ 3 نفر. ببین یه سیمه. اوکی. خب برقیش نکنم. یه سیم. تو میتونی بگی یا ورودیه یا خروجیه. نمیتونی بگی بخون از توش یا توش بنویس. کالیژن رخ میده میکروب میسوزه. اگه هم بنویسی هم بخونی. تو فقط میتونی بنویسی تا توش یا توش بخونی. اوکی. حالا اگه میخوای توش بنویسی مثل یه بافر میمونه. فکر حافظه است. مثل یه حافظه است. اگه میخوای توش بنویسی باید این کارا رو بکنی. اگه میخوای از توش بخونی باید یه کارهای دیگه بکنی. تا الان اوکی بود؟ حالا من وقتی مقدار 1 رو میدم به یک کدوم از این پینای این یعنی چی؟ یعنی میخوام بهش خروجی بدم. ولی وقتی 0 رو میدم یعنی میخوام بخونم. بذار اون شکله رو بیارم. کجا بود؟ ببین اینجا رو میبینی؟ پورت بیو من هر کدوم ببین 8 تا پورت دارم. یه پورت که 8 تا پینه میشه. هر کدوم از اینا رو میتونم بگم 0 باشه DDRش یا 1 باشه. اگه 0 بود یعنی ورودی، اگه 1 بود یعنی خروجی. تموم؟ جان؟ ببین فقط همه چی از دید توه. هیچ چی از دید بقیه نیست. توی برنامه نیست. خب بچه این خط کد رو میتونید برای من تحلیلش کنید. میام اینجا یه لیبل گذاشتم با نمیدونم تو سی هم داشتیم از این گو تو دستور گو تو دستور گو تو با آرجام چیزش کردم شبیه سازیش کردم. میگم بیا اینجا این خط کد اجرا میشه اوت میکنه پورتری LED رو روشن میکنه یه دیلی میده. کال یعنی چی؟ کال مثل فانکشن صدا کردن یه سابروتین یه جایی قراره بنویسم که اسمش کاله اسمش دیلی رو فراخونی میکنم یکم تا میگذره یعنی هیچ کار خاصی انجام نمیده و بعد دوباره LED رو آف میکنم دوباره میپرم اینجا. مشکل این خط کد چیه؟ یه دیلی دیگه میخواد همیشه روشن نظر همیشه روشن به نظر میاد. یه دیلی اینجا بگه باید بذارم. تازه هنوزم دیلی های من یکسان نیست. میتونید توضیح بدید چرا؟ چی؟ نه اوتا یکیه اوتا که یکیه یه جایی هست که توازن برقرار نمیشه. آفرین. این دستور حالا جلوتر میبینیم تو شبیه سازی چی. این ریلیتیو جامپه. حالا جامپ بود بدتر بود تازه داستان. ببین ما جامپ داریم ریلیتیو جامپ هم داریم. فرق اینا چیه؟ شما جامپ یه فضای خیلی بزرگی داری که میتونی بری توش بالا پایین تو خط کده. این جامپ دقیقاً کارش چیه؟ میگه لیبل 1 تو
توی حافظه رام من چه آدرسی داره؟ PC پروگرام کانتر بنداز خودتو تو اینجا. حالا ریلیتیو جامپ اینجوریه که حجم کمتری از ببینید یه تعداد بیت هایی داره هر چه میدونم دستورالعمل، حالا میبینیم به دستورالعمل تبدیل میشه. مثلا این شاید مثلا 20 خط 20 تا بیت داشته باشه، 10 تا اولش مشخص میکنه چه اینستراکشنیه، 10 تا بعدیش میگه تو به اندازه 2 به توان 10 تا خط میتونی بری بالا پایین، بالا یا پایین. ولی اون یکی اینجوریه که تو جامپ عادی اینجوریه که شما میتونی کل حافظه دستته، تو اون مثلا اون 10 تا بیت بود 20 تا بیت میشه، به اندازه رامت میشه، بعد به اندازه رامت میتونی بگی کدوم برو. این نسبی بودن رو نشون میده با اینکه مطلق بودن، تو برو تو اون خط. حالا نفهمید چیز خیلی مهم نیست اینجوری گفتم. خب این تا اینجا مشکلی نیست؟ مشکلی نیست؟ چون نسبی بوده نشون میده بیشتر طول میکشه، کمتر طول میکشه دیگه. ببین تو یکم میتونی بری چه فرق، ببین خیلی فرق داره دیگه. این الان اینجا میگه 3 تا برو بالا، ولی مثلا فرض کن تو خطای کدت خیلی زیاد باشه، این تو خط مثلا چه میدونم مثلا 200م کدت باشه، تو وقتی جامپ میزنی میگرده میگه برو تو 200 باید بری، ولی اونجوری میگه 3 تا برو بالاتر. خیلی فرق داره 3 تا 200 پردازششون فرق داره. خب بچه‌ها میخوام یه ساب روتین الان بنویسم، مثل میمونه تو سی و سی پلاس پلاس که میخوام یه فانکشن بنویسم، مثل لیبل نوشتن. یه دیلی میذارم، یه NDI بدم 24 این فانکشن دیلی من کسی هست بتونه متوجه شه کارش چیه؟ کانتر. ببینید یه گفتم از 15 تا رجیستر 15 تا 32 رو دست نمیدم، تو هر کاری دارم خودش بکنم. ماکسیموم هم این رجیسترها 8 بیتی ان. یه دفعه برندارید یه عدد مثلا اون بریزید توش اورفلو کنه. من میگم 255 برو توی این R24. هر بار تو یه دونه از این R24 کم کن، این لیبل ها رو مثلا بلش کنید اینجا. دکریمنت هر بار به یه دونه ازش کم کن، هم مدل با R24 مساوی R24 منهای 1. بیا برانچ نات ایکوال کن لیبل. ببینید بچه‌ها توی اکومولیتور ما هر موقع اون فرسون سی پی یو حالا به زبون عامیانه تر، هر موقع یه پردازشی انجام میشه یه سری بیت های کنترلی ما داریم که روی اون بیت های کنترلی اثر میذاره. مهم چون هر لحظه اینجا ترد نداریم که هر لحظه دو تا سی پی یو نداریم که هر لحظه یکی رو یکی تاثیر بذاره، یه سی پی یو بیشتر نیست. پس هر لحظه هم فقط یه دونه اینستراکشن قراره اجرا شه. اگه این اینستراکشن سبب این شه که مثلا این دکریمنتتون میکنید، این قبلش اومده هی اینو چرخونده شده R24 یک، اگه یه دونه ازش کم میشه میشه 0. یه فلگی هست که نام فلگ Z. فلگ Z فعال میشه. و این برانچ نات ایکوال به فلگ Z حساسه. میگه اگه Z 1 بود بپر رو ریترن کن، در غیر این صورت رو لیبل 2 اجرا کن. دوباره برمیگرده اینجا. حالا شما چند تا بیت کنترلی دارید؟ استاد دیگه حتما اینو گفتن دیگه. C دارید، Z دارید، N دارید. هر کدوم از اینا برای کاربرد خاصی استفاده میشه. توی این درس حالا تو تکلیفاتون بیشتر با این برانچ نات ایکوال کار داریم که بتونیم مثل حلقه و باید تشکیل بدیم. و ریترن ایمیدیتلی. ریترن ایمیدیتلی با ریترن یه فرقایی دارن که اونم بحث سرعت پردازششه که مهمه. ریترن چی کار میکنه؟ میره بالا. خب میره از اول این کجا؟ پس حالا یه مشکل ایجاد شد. ما اینجا وقتی کال میکنیم آدرس اینو کجا بریزیم؟ که
قرار بعدم بهش برگردیم. فرض کنید توی این فانکشنه دوباره یه فانکشن دیگه صدا زده میشه. یه دیلی دارم توش مثلا یه فانکشن می‌نویسم دیلی 2. دوباره آدرس دیلی 2 این دیلی باید ذخیره شه دیگه که میخواد دوباره برگرده بهش. اینا باید کجا ذخیره شن؟ این چی رو شما شبیه سازی میکنه براتون؟ استک. یا حافظه ایه که قراره هی داده رو پر کنه اون آدرسی که قرار بوده اجرا کنه ولی از غذا یه کاری انجام شده استک میکنه. نمیدونم کار انجام بده. ببینید اینجا کال میکنه دیلی رو میگه قبلا اینجا پی سی منو اینجا ذخیره میکنه. مثلا پی سی 1 میذاریم. اینجا ذخیرهش میکنه که بعداً بیاد اینو پاپ کنه اطلاعاتشو برد. حالا اگه تو این دیلی اینجا دوباره یه فراخونی دیگه انجام شه میاد پی سی 2 رو انجام میده همینجوری ادامه میده. پس من باید استکی هم براش اینیشیالایز کنم. قبول؟ ولی تو کد من استک اینیشیالایز نشده. قبل از استفاده کردن از هر ساب روتینی تو زبون اسمبلی شما میبایست همه کاراتون رو این استکاتون رو همین کار رو انجام بدید. یه مسئله که اینجا وجود داره اینه که معمولا خب استک اینجوری که این میره اینجا بعد این میره اینجا بعد این میره اینجا. حالا از نرم افزاری‌ها. ولی خب اینجا شما باید ته حافظه رو بهش اختصاص بدید. ته حافظه‌ای که داریم. پس چیکار میکنن؟ یه 4 خط کد میزنن که ته حافظه رو اختصاص بدن به استک. بچه ببینید رم من 8 بیت نیست، خیلی بیشتر از 8 بیته، 16 بیته. اوکی. میام با این کار چیکار میکنم؟ میگم اون 16 بیتو مثلا 8 تا آخرشو جدا کن، بریزش توی SPH یعنی استک پوینتر من قسمت خواهش، 8 تای کوچیکشو جدا کن، بریزش توی SPL. اوکی؟ پس اینجوری آدرس استک پوینتر دارن چیه؟ آخر حافظه است، آخر رم. استک هم اینجوری پر میشه. دقیقاً این آخر رمتونه. هر بار که یه چیزی رو پوش میکنید میاد اینجا، هر بار که یه چیزی رو پاپ کنید میاد بیرون ازش میاد ازش. متوجه شدید؟ برنج نات اکواله از کجا میفهمه R24 خب من چی گفتم؟ بحث اینکه تو هر واحد زمانی یه اینستراکشن انجام میشه. تو یه جای دیگه یه کار دیگه نمی‌کنی که بگی شاید اون کار من تاثیر بذاره به این کار من. اینجا ترد نیست، اینجا نرم افزار نیست. تو باید عوض کنی. هر لحظه داری اون کار مشخص خودتو انجام میدی. پس اون برنچه به اون کار مربوطه. تو نمیتونی بگی ببین مثلا میمونه که تو بگی یه دونه حافظه کنترلی دارم ولی قراره تمام پردازش رو انجام بده. هر لحظه یه پردازش داره انجام میشه. تو نمیتونی بگی این شاید به یکی دیگه ربط داشته باشه. بس حالا مولتی ترد و اینجور چیز هست. خب من بعید میدونم حالا رانش کنیم ببینیم چقدر باگ داره. خب خدا رو شکر. میان اینجا بیلد میکنید برای اینکه ببینید کدتون مشکل داره یا نه و اینجا بیلد ران میکنید برای اینکه بتونید دیباگ کنید کدتون رو. خب این محیطیه که من خیلی دوست دارم. خوب به این توجه کنید. اینجا پروگرام کانترتون هست، استک پوینترتون هست، 3 تا پوینتر هست که تو مسائل بیشتر ما الان استفاده می‌کنیم ازش. یه سایکل کانتر هست، یه فرکانسی، یه استاپ واچ و استاتوس رجیستر که همون سی و زد و ان و دی و اینا که میتونید ازش استفاده کنید. و حتی رجیسترهای ما. اون 32 تا رجیستر بود، این پایینه. حالا من دیگه دیباگ کردن همتون واردید دیگه ترمینال
5 و اینا 5 دیگه هم دیباگ کردن اینا رو بلدیم. من یه استپ اوور میکنم که این خط کد من اجرا شه، ببینم چه اتفاقی افتاد. R20 میبینیم که R20 هم برابر با 0.04 شد. پس آدرس آخری خونه رم من اون قسمت بزرگش 0.04. یه اطلاعاتی راجع به رمم داره بهم میده. میرم خط بعدی 0.5F شد. پس رم من آدرسش اینه آخره. حالا اگه هر کدوم از اینا هم 8 بیت باشه شما میتونید تعداد این حساب کنید، بعد داره 8ش کنید ببینید رمت کلا چقدر. میرم جلوتر این ساختار دیلی مانند رو بهتون نشون بدم. میبینید میاد اینجا کال دیلی. حالا من اینجا استپین تو بزنم میره فانکشن، میره روتین دیلی منو صدا میکنه، کاراشو انجام میده، ولی من کاری با اون ندارم. میرم دیدید یکم طول کشید بیشتر. حالا اینجا بهتون نشون بدم بهتر. یه چیزی که اینجا خیلی مهمه، بذار من اینو از اول کار انجام بدم. اینو خیلی مهمه که متوجه شید. ببینید پروگرام کانتر من یه دونه اینجا افزایش پیدا میکنه، یعنی میگه آقا برنامه من رفت خط بعدی و از مثلا سایکل کانتر منم یه دونه افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی من این خط کدو تو یه دونه سایکل کانتر انجام دادم براتون. یه سری از کدا هستن که دو تا سایکل کانتر میخوان، یه سری اصلا بیشتر میخوان. تکلیف اولتون اینه که یه دیلی خاصی رو که ما مد نظرمونه مثلا بتونید تعداد سایکل کانترش رو در بیارید. خیلی دقیق نیست. ببینید الان اوت بازم 2 تا بود، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا. من ولی 7 تا انجام میدم، این فانکشن رو اوورش میکنم، وارد دیلی نمیشم، میام ازش بیرون. 8 شد 781. پس دیلی من 781 من 8 تا سایکل کانتر داره انجام میده. حالا اگه میکرو من با کلاک 12 مگاهرتز کار کنه، شما میتونید 781 من 8 رو ضرب در 1 تقسیم بر 12 مگاهرتز بکنی و ببینید دقیقاً دیلی داره چقدر طول میکشه. کسی فهمید؟ مطمئن. این سایکل کانتر بذارید این خط کد جلوتر برم راحت‌تر می‌بینید. ببینید الان من 1555 ام. قبلا یه LDI انجام دادم، سایکل کانتر بعدیم یه دونه رفت جلو دیگه، یه دونه بیشتر شد. حالا میخوام جامپ انجام بدم. مطمئنا جامپ یه چیز پیشرفته‌تری نسبت به LDI دیگه. ببینیم چه فرقی انجام پیدا میکنه. 2 تا رفت جلو. اوکی، یه سری از دستورات هستن که یه دونه وجه 2 تا وجه 4 تا. مثلا شاید اصولا سر کلاس بهتون بگم مثلا این 4 تا مثلا سایکل طول میکشه که این کار رو انجام بده. حالا من اینو انجام میدم دوباره، میرم اینجا. خب بچه تا الان مثلا کانترم 8 قراره دیگه انجام بشه. آها من اشتباه زدم. الان رفتم استپین تو کردم، مثلا توی فانکشن دیلی، توی فانکشن دیلی ببینم داره چه اتفاقاتی میفته. میبینید هی داره این اون 255 تا هی باید تموم شه که اون فلگ زد من اینا فلگ زد من اینجاست که این آن شه. میبینید الان زیرو فلگ این آن شه که اینجا بشه ریترن رو انجام بدم. من ازش میام بیرون، ببینم 781 کلاک باید اینجوری بخوره تا من بتونم این کار رو انجام بدم. فهمیدید منظور رو؟ کسی از متوجه نشده باشه؟ هر کی متوجه نشد بگید. پس اینجوری میتونید دیلیتون یه جوری حساب کنید. حالا مثلا دیلی من 781
این دیلی، این فانکشن دیلی کلاک زمان میبره. از طرفی این بالاتر میتونید مشخص کنید که میکروتون با چه سرعتی کار کنه. هر کلاک مثلا 4 مگاهرتز کلاک میکرو منه. 4 مگاهرتز یعنی چی؟ یعنی که هر دستورالعمل رو تقسیم 1 تقسیم 400 در جو به توان 20 تا زمان طول میکشه، ثانیه طول میکشه که انجام بده. پس اگه میخوایم تعداد این دستورالعمل رو حساب کنید چقدر زمان میبره، باید 781 رو ضرب در کلاکتون کنید که بتونید به دستش بیارید. متوجه شدین؟ خیلی ساده. خب این از این. من کاری با این ندارم. مثلا الان میخوام زمانی که چراغم روشنه 2 برابر زمانی باشه که چراغم خاموشه. چیکار باید بکنم؟ کافی اینجا یه کال دیلی دیگه بهش اضافه کنم. نه تا یه بازه‌ای باشه فرقی نداره. از یه بازه‌ای به بعد دیگه آرجامپه به تو جواب نمیده، میگه من با جامپ میتونم این کارو انجام بدم. خیلی بیتایی که برام گذاشتی کمه. ما یه جامپی کردیم 2 تا به سایکل کانتر اضافه شد. آره. حالا مثلا تو نه به چیزش ربط نداره. جامپ چند تا سایکل طول میکشه؟ جامپ بیشتره از آرجامپ. حرکت نمی‌کنه، مثلا پروگرام کانتر همون موقع عددش تغییر نمی‌کنه. خب نه اون دستورالعمله ببین بهت گفتم تعداد بیتاش بیشتر میشه. ببین تو اون موقع مثلا میتونی 5 تا بری بالا 5 تا بری پایین با آرجام، با چیز میتونی بیشتر بری بالا پایین مثلا با جام. خب این بیشتر بالا رفتن یعنی چه؟ بیت های بیشتری هست. پردازش این بیت ها بیشتر طول می‌کشه. چی؟ صورت سریالی آره. پس بستگی داره به تعداد بیتایی که میخواد بالا پایین بشه. خب نه ببین مثل این میمونه که بگید تا ترشولد مثلا x باشه از مثبت x تا منفی x یه چیزه مثلا s ثانیه زمان میبره. اگه ولی مثلا 2x باشه تو این بازه باشه بازه‌ایه، این نیستش که به عدد تو ربط داشته باشه. مثلا تو یه بازه‌ای با جامپ میتونی انجام بدی، اون تو اون بازه نمیتونی با آرجامپ بری، برای آرجامپ کوچیکه. ولی اگه قرار از آرجامپ استفاده شه دیگه یه چیز ثابته. خب پس یعنی مثلا اگه جامپ استفاده کنیم ممکنه بعضی وقتا مثلا 2 تا سایکل کانتر باشه بعضی وقتا 3. نه دیگه. الان بازه بشه. خب نه آرجامپ و جامپ بود گفتم فرق داره. ببین جامپ چیکار میکنه؟ مثل این میمونه که یه تعداد بیت‌های زیادی میگیره که پردازش کنه. ولی از 4 تای اولش استفاده کنه. بقیه‌اش هم باید پردازش کنه. هوشمند که نیست بگه اینا صفرن کاری باشون ندارم. تو داری از این استفاده می‌کنی. پس داری پردازش بزرگ با تعداد بیت‌های بزرگ انجام میدی. حالا مهم نیست برات مهم نیست این بیت‌ها چیه. شاید این کارو با آرجامپ هم انجام بدی. حالا بعد سوال کنم میدونم نفهمیدی. خب بچه‌ها من خیلی سریعم میدونم وقتتون رو گرفتم ببخشید. این یه شبیه سازی توی پورت هاوس براتون انجام بدم. ببین 12 من خودم تیه دارم اینجا، اگه یارو بره بیان نمیدونم اگه میره یا نمیره. یعنی چهارشنبه نباشه؟ چهارشنبه کیا بد دوست ندارم چهارشنبه رو. شاید باورتون چه خودم دوست ندارم. یک شنبه صبح نمیتونه باشه. ببین هر کی یه چیزی شنبه کنیم تا 3 کلاس. بذاریم بعد کلاس. حالا بذار اینو بگم، من اینو برای تکلیفتون باید بلد باشید. یه لحظه شروع نکن. خب بچه اینجا یه پی میبینید، اینجا برای دیوایس انتخاب کردنتونه. مثلا من اینجا تایپ میکنم 80 مگا 16 قبول. این 80 مگا 16 رو انتخاب میکنم، اینجا ادش میکنم. میبینید دقیقا خود میکرو منه. چون موس ندارم داره پدر من در بیاره. خب اینجا یه LED میخوام اضافه کنم، یه تایپ میکنم تو کیوردام LED. اینجا ولی یکم باید بگردید ببینید. آها یه LED رد اینجا پیدا کردم. میبینید اینجا
یه LED رد. پورت بیم بود دیگه، درسته؟ من به هر کدوم از این 8 تا میتونم بزنم چون دارم هر 8 تاشو یه کاری باشه انجام بدم. ولی اگه شما میخواید دقیق تر باشید باید یه پینشو یه کاری انجام بدید. حالا اینجا یه گراوندم باید بذارم. آره میشه، مشکلی نداره. بعد آها یه چیزی بچه‌ها، توی این پورتئوس خوبیش اینه که حوصلتون سر نمیره، چون میتونید مثلا VCC براش نذارید ولی کار میکنه. گراوندش اینجوری. خب من دبل کلیک میکنم و میرم اینجا یه منوی میبینم. بچه اینجا پروگرام فایله که فایل دات هگزتون رو باید انتخاب کنید، بهش اد کنید و این پایین‌تر چیزی که خیلی مهمه این کلاکه. میتونید کلاک میکروتون رو اینجا انتخاب کنید. یعنی حالا ما میتونیم جلوتر یکم با دیلی رو بازی کنیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. خب اونجا وقتی من بیلد میکنم کلا یه فایل هگز به من میده. اینو بهش اد میکنم. اینجا پلی رو انجام میدم. این بلینکه حالا میبینید کل پورتای پینای من داره هی تاگل میشه. آن آف آن آف آن آف. حالا یه کار حالا جالب تر میتونم کلاکم 1 مگاهرتزه بکنمش 8 مگاهرتز. اینجا باگ پورتئوسه که مشاهده میکنید و اینکه برعکس داره کار میکنه. الان باید سرعت خیلی کمتر شه ولی اون چیزی که لیبل براش گذاشتم احتمالاً پورتئوس جدیدتر بگیرید بهتر، این باگاش برطرف میشه. من اینو دیشب گرفتم سریع. الان سرعتش فرق کرد دیگه. 8 مگاهرتز خیلی سریعتر از 1 مگاهرتز باید کار کنه دیگه. باگ دیگه. اینا فقط احتمال داره باشه رو بشه. اینجا میتونید با میکروتون رو کلاک داخلی شما منتقل کنید. یادتون باشه گفتم با ایکس دادن میتونید کلاک خارجی بشه. خب این رو اگه 4 مگاهرتز باشه تقسیم بر اون میشه. خب اگه 8 تا میشه طبیعتاً باید بیشتر شه. نه 8 مگاهرتز یعنی چی؟ یعنی هر دست سرعت رو هر دستورالعمل رو تو 1 تقسیم بر 802 بتوانید. خب پس هر چی کسر صورتش مخرجش بیشتر باشه کوچیک‌تر میشه و سرعتش باید سریعتر انجام شه دیگه. خب بچه‌ها این از این مسئله. فقط یه چیز دیگه هم بهتون نشون بدم. هیچ نه چیز خاصی نیست. آها احتمالاً تو تکلیفی که دارید 2 تا کار فقط باید بهش اضافه کنید. باید دقیق کلاکش رو در بیارید و باید این دیلی که میبینید رو 3 مرحله یا 2 مرحله ایش بکنید. یعنی حلقه داخل حلقه. اینم دیگه خودتون میتونید نه همون نیست. یه استپ میشن. من حالا سعی میکنم ویدیو رو بذارم تو اسم سایت هم بگم. Vercast.net یه قسمت پروگرامینگ هست مال قسمت میکرو پروگرامینگ. اونجا قرارش میدم ویدیوش. حالا اگه یه وقتا یادتون رفت چی میگفتم میتونید برید اونجا بردارید. بازم میگم کلاس‌ها اجباری نیست، میتونید نیاید ولی تکالیف با خودتونه. یعنی دیگه نه هر کی میاد اینجا تکالیفش راحت تره و اینکه مطمئنا نمره بالایی میگیره سر کلاس باشه. تکلیف اول پنجشنبه فردا آخر وقت فکر کنم گذاشته بشه تا هفته بعد همون موقعش وقت. تو سامانه میذاره؟ آها هم تو سامانه میذارم هم صورتش رو تو وبسایت خودم میذارم. این کد میذاری؟ نه کد نمیذارم چون کد بذارم دوست دارم خودتون دست به کد بشین حداقل ببینید. یه دفعه دیدی کپی میکنی کپی اینا خوشم میاد. آها یه فیدبک هم بدید کلاس اینجوری باشه یا کلاس تئوری باشه. نه دیگه تئوریش خودمون نمی‌خونیم همینجوری بهتره. آخه این برنامه‌اش نامش مثل لینوکس چیزی مشابهی
استودیو رو خودم دیدم لینوکس ران کردی. نه ویرچوال باکس. چی؟ ویرچوال باکس چیه خب فضای مجازی سازیه. یعنی من یه اوبونتو دارم، خب دیگه رو اوبونتو رانش کردی. خب روش ویرچوال باکس گذاشتم. جانبی فیدبک این ضبط می‌کنی بگو مثلا کلیک راست می‌کنی چی؟ رو با نرم‌افزار که کار می‌کنی خب مثلا بگو اینجا کلیک راست کرد داری ضبط می‌کنی دیگه ای ضبط نشد. ضبط نشد. نه ضبط شد.